سم باشد. ناکن کیبورد داره بندری میزنه با بوبوک شده. اینجا ایرپاد داریم و موس و صندلی گیمینگ مموتیق آفریقایی زده. برو بریم برای آموزش. تمام وسایلی که ما میخوایم. چرا اینو پوشیدم؟ اینجا توی اینونتوری ما بچه‌ها خیلی خفن آموزشی شد. تا آخر حسابی گوش کنید. اول وسایلی که میخوایم حسابی برمیداریم. بلاک میخوایم، آرمورستر میخوایم، 2 هلمت ندرایتی که میتونید آیرونی هم استفاده کنید چون اینو بذاریم مشکی میشه کیبوردمون. این برای کیبورد. این نمیدونم چیه اسم تیبل، لوم، کفش دایمندی، اسلپ، تابلو اینا. اول ما میاییم اینجا. دقیقا اول از همه یه لحظه وایسید. بذارید من دکمه رو بردارم. این دکمه رو باید ببینید کدوم وریه. حالا بهتون میگم چرا. این دکمه رو به این وره، پس باید کامپیوتر شما همین این وری ساخته بشه. ما اینو میذاریم اینجا اول از همه. بعد یه دونه چیز آرمورستر میذاریم روش. میشینیم سفر نگه میداریم تا این شکلی بشه. شیلد رو برمیداریم. ببخشید اشتباه شد. یه لحظه. اینو میدیم به دستش. بعد دوباره خیلی بعد اینونتوری که جای دست آدم کوچیکه. میای اینجا یه دونه میذاریم رو کلش. پیستونو برمیداریم با لوه. بابا چه نمیشه. خب میام اینو بذاریم روش، میزنیم و مشکی میشه. نمیدونم چرا این الان مانیتور ماه. اینا رو میکنیم و همین تموم شد. خدا اینا رو میذاریم به این شکل. دقیقا همین شکلی برید جلو. پشتشو میبندیم یه لایه و اینکه پشت واقعا شبیه نیست، معلومه که چیست. از پشت میبندیم. خب حالا این شکلی میشه. حالا اینجا رو میذاریم. یه دونه میذاریم اینجا، یه دونه میذاریم اینجا. اینا رو میذاریم اینجا. خب حالا که این کارو کردیم اینو برمیداریم و همین تو همین چی تیبل همین بیلبیلک رو میذاریم زمین، میزنیم روش. اینو میذاریم اینجا. هلمت ندرایتی رو میذاریم یه دونه این. حالا اینو برمیداریم اینجاش امرالد میذاریم. دوباره این. حالا اینو میدیم سر این، اینم میدیم سر این. خب میاریم بالا، اینو میزنیم روش. این میفته ببخشید این بالا کنده بشم. خب اینو میکنیم اینجا. خب اینو میذاریم. این
اصلا نداشتیم ما همین چیزا رو. اسمش چیه؟ همین چیزی آرمور تیریم رو نداشتیم. میتونیم یه کار کنیم مشکی بشه. حالا من میخوام اینجوری بشه. اون شکلی کنیم با گوگوگ هم توش نداره. یه لحظه اینو میذاریم اینجا. یه دونه بلاک کامل ورد میداریم. لور رو میزنیم. اینو میکنیم. ناکن خیلی مشکی شد، هیچی نداره. ولی خب این برای کسایی که مثلا آرمور تیریم نداشتن و اینا خیلی بهتره. اما من میخوام یه کاری کنیم. به جای یه دونه بلاک کامل بیاییم من نداشتم، ببخشید یه لحظه. این میذاریم اینجا. من دارم حالا ما اینو زدیم، میایم اینجا این چیزا اونم من نداشتیم. چی بود؟ ترپدور رو برمیداریم میبندیم جلوشو چون خیلی زایه است. اگه اون چیزو بذارید دیگه لازم نیست این کارو بکنید، یه بلاکی کامل بذارید چون کامل بسته میشه دیگه. حالا ما میایم همه اینجا رو میپوشونیم، لازم نیست برای زیبایی بیشتر لایک و ساب بزنید دیگه. به خدا 0 تا 20 رایگان باورت میشه؟ چون البته اول ویدیو این کار تموم شد. تا الان تقریبا بیشتر کار رو تموم کردیم. تا همین دوری هم بذارتون نمیخواد اینجوری بذارید، واقعا قشنگ نمیشه. میای اینو برمیداریم، اسلبو میذاریم اینجا. یه دونه ترپدور اینجا، یه دونه ترپدور هم اینجا میذاریم. حالا اینو بذاریم میشینیم، اینو میندازیم روش که نمیره. عجب بدبختی که کردیم. حالا از خورده میام اینجا. من اونو حواسم نبود انداختم رفت. کجاست؟ ما اینجوری کنم که پیداش کنم. اینو بزنیم اینجا، بزنیم روش. میذاریم اینجا دوباره. یادم رفت، ببخشید واقعا من عذرخواهی میکنم انقدر فراموش کنم. میام اینجا اینو برمیداریم. پر اسکلت اینو میذاریم جای این، میزنیم روش. اینو میذاریم اینجا، اینم میذاریم اینجا، رنگ مشکی هم میذاریم اینجا. حالا اینو برمیداریم، حالا اینو میذاریم اینجا. یه خب حالا اینو برمیداریم رو چرش میشینیم میزنیم خب حواس خب حالا ما اینم ساختیم. واقعا الان آخر کاره. میام اینجا
دکمه رو میذاریم، دکمه رو میذاریم. حالا اینو میذاریم، حالا کفشم بر میذاریم، اینجوری میکنیم و تمام. ببینید چه آموزشی بهتون میکنم. خودتونم دیدید دیگه. اگه به خدا ما پیش بچه ها واقعا میگم همین الان برید تست کنید. اینو تو سوبابل هم میتونید بسازید، ولی خب یکم سخته دیگه. بهترین آموزشیه که من خودم اون داشتم، خیلی این آموزش رو دوست دارم. اکثر خونه هم از این استفاده میکنم و که آخرش که همه چی داشتن. خیلی جالب. خب بچه ها این آموزش هم تموم شد. خواهشن لایک میدونی استرایک کنم. برو خدا هیچی ندارم تا استرایه میکنم. یه دو ساب کن بقیهش هم دیگه همین دیگه. بذار یکم زیاد بشیم. منم بیشتر آموزش میذارم هر روز که نه، هر هفته یه ویدیو میذارم دیگه. این شنبه و چهارشنبه احتمالا بقیه روزای هفته هم میذارم. نه دیگه باید بقیه روزای هفته هم بذارم. هفته 4-5 تا باید ویدیو بذارم. این هم از این آموزش بود. امیدوارم لذت برده باشید. خدا حافظ تا ویدیوی دیگه.